این حدیثی که من دارم برای شما میخونم نمونش نادره. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن چی؟ من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. مادر دلسوزه. حرف اول و آخر زندگی تک تک ما رو بهمون گفته. شما برید بگردید برای درست کردن زندگی اگه تونستید قوی تر از این کلام پیدا کنید بیارید از خود کلمات اهل بیت. مادر که میگن اینه. میفرماد هر کسی عبادت خالص به سوی خدا بفرسته، خدا برای او چیکار میکنه؟ افضل مصلحت رو تعیین خواهد کرد. تصادف میکنه میگه مصلحت بود، ازدواج میکنه میگه مصلحت بود، ثروتمند میشه میگه مصلحت بود. خب من سوالم اینه آیا اینها افضل مصلحته؟ این خیلی سوال مهمیه. مقدر بود برای ما هم تلاشمون رو کردیم ولی اینجوری شد. خوب شد یا بد شد؟ آیا افضل مصلحت برات اومد؟ به خدا ماها اولیاء خدا رو نمیشناسیم. خدا شاهد عالم در خدمت اولیاء خدا قرار نمیگیره. آدم از زندگی همین حضرت امام، همین مقام معظم رهبری به خدا نمیتونه خیلی چیزا رو بگه. گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر. اینا زندگیشون با یه جای دیگه میبندن. خضر دیدی چی کار کرد؟ حضرت موسی نکشید. خضر گفت ببین من دارم رو افضل مصلحت پیچیده کار میکنم، بهم یه خبرایی میرسه یه کارایی باید بکنم، تو نمیکشی. آقا مصلحت بود؟ بله. این ازدواج مصلحت بود؟ بله. حالا افضل مصلحت بود؟ نمیدونم. تو چی کار کرده بودی که افضل مصلحت برات مقدر بشه؟ افضل مصلحت شرطش خالص عبادت. خودتو تغییر بده، عالم برات تغییر پیدا میکنه. اهل بیت به خودشون میپرداختن، عالم رو تغییر دادن. فاطمه زهرا به خودش میپرداخت، هر لحظه دنبال تغییر و تکامل خودش بود. خودتو تغییر بده، عالم برات تغییر پیدا میکنه. عالم برات